روایت کند موبد موبدان که چون عالم آشفته گشت از بدان، نه آموزگاری و نه رهبری، نه پیدا مر آن بی سران را سری. ز یزدان و فرمان او بی خبر، ز یزدان پرستی برآورده سر. دل اهرمن شاد و خندان شده، ز گمراهی خلق شادان شده. بر آن قوم بیچاره بر دادگر، ببخشود و کردش بدیشان نظر. چنان خواست کآرد رهایی پدید، در بسته را کرد پیدا کلید. ز نسل فریدون شه بی همال، به بستان پیغمبری یک نهال. پدید آوریدش چو شد بارور، زراتشت پیغمبر آورد بر. درود بر شما. من محمد افشار هستم و شما شنونده پادکست کاراسی هستید. فرا رسیدن نوروز رو به شما شاد باش میگم. حتما در جریان هستید که ما در کاراسی مشغول خواندن 7 پیکر نظامی هستیم. اما امروز به مناسبت 6 فروردین، زادروز زرتشت بزرگ، یک بخش ویژه داریم. در این بخش به چگونگی زادن و زندگی زرتشت میپردازیم. منبع ما هم کتاب اسطوره زندگی زرتشت نوشته زنده‌یاد احمد تفضلی و استاد ژاله آموزگاره. این دو بزرگوار منابع کهن در مورد زرتشت رو بررسی کردند و در بخشی از کتاب زندگی زرتشت رو داستانوار آوردن. من هم با اندکی کم و زیاد کردن این داستان رو خدمت شما بیان میکنم. امیدوارم خوشتون بیاد و فراموش نکنید که پادکست کاراسی رو به دیگر دوستداران فرهنگ ایرانی معرفی کنید. شاید خیلی از نام‌ها یا اصطلاحاتی که در دقایق پیش رو میشنوید به گوشتون آشنا نباشه. من تلاش میکنم تا حد ممکن واژه‌هایی به کار ببرم که برای شما شناخته شده باشه یا توضیح بدم تا براتون جا بیفته. اگر چیزی مفهوم نبود بهم بفرمایید تا براتون توضیحات بیشتری بدم. در مورد زمان و مکان زرتشت ما آگاهی دقیقی نداریم. حس و گمان‌هایی هست که بعضی قابل قبول ترن. چیزی که با اطمینان میتونیم بگیم اینه که زرتشت پیامبر ایران باستانه و در کتاب‌های دینی زرتشتی اینگونه بهش پرداختن. از همون لحظات نخست آفرینش، نیروهای جبهه نیکی آمدن زرتشت رو نوید دادن. وقتی اهریمن به گاو یکتا آفریده که همون پیش نمونه حیوانات مفیده حمله کرد، گاو بانگ برآورد که روزی زرتشت سپیدمان خواهد آمد و انتقام او رو خواهد گرفت. داستان زادن و زندگی زرتشت سپیدمان یا زرتشت سپیدرو در کتاب‌های دینی زرتشتی در قالب افسانه‌های زیبایی آمده. چیزی که در دقایق پیش رو خواهید شنید برداشتی از چند کتاب دینی زرتشتی. در اندیشه ایرانی انسان از چند بخش مینویی یا غیر مادی و گیتیک به معنای جسمانی و مادی تشکیل شده. نخست فره یا خره. این فره موهبت ویژه‌ای از جانب اهورامزدا به انسان هاست که نماد اون نوره. حاله نوری که بیشتر اقوام و ملت‌ها دور سر بزرگانشون در نقاشی و مجسمه ها و آثار دیگه نشون میدن همین فره ایزدیه. همراهی فره با آدمی باعث خوشبختی و دور شدن فره از او عامل بدبختیه. بخش دوم فروهر یا همون چیزی که امروز بهش فروهر میگن. این فروهر روح پاسبان آدمیه. پیش از زادن او وجود داره و پس از مردن هم باقی میمونه. بخش سوم که بعد گیتیک یا مادی آدمی زاده، نامش جوهر تن
یا همون جسم میشه. انسان موجودیه ساخته شده از فره، فروهر و جوهر تن. فره زرتشت از روز ازل بخشی از وجود اهورامزدا بود و پیشش نگهداری میشد تا روز موعود سر برسه و وقتی که قرار شد زرتشت در عالم خاکی قدم بگذاره با دیگر عناصر وجودیش ترکیب بشه. و اما فروهر یا روح پاسبان زرتشت در پایان 3000 ساله اول از عمر 12000 ساله جهان، فروهر زرتشت همزمان با آفرینش دیگر آفریده های مینویی یا غیر مادی آفریده میشه. در دینکرد، کتاب دینی زرتشتیان آمده که امشاسپندان که ایزدان بزرگ و همکار اهورامزدا در آفرینش هستند، زرتشت رو به گونه مینویی آفریدند و فروهر او را که سری گرد و دهان و زبان سخنگو داشت در دل آن آفریده نهادند. جوهر تن یا جسم او هم در عالم بالا آفریده شد تا اون رو از راه باد و ابر و باران به گیاهان و از گیاهان به گاوان و از راه شیر گاوان به تن پدر و مادر زرتشت برسونند. این عناصر در عالم مینو باقی میمونن تا زمان بودن زرتشت در زمین فرا برسه. با نزدیک شدن به روزگار زادن زرتشت، نخست فره او از پیش اورمزد به روشنی بیپایان که بالاترین جایگاه بهشته میره. از اونجا به خورشید، از خورشید به ماه و از ماه به ستارگان و از ستارگان به آتشی میپیونده که در خانه زن و مردی روشنه. زن زوئیش و مرد فراهیم روان نام دارن. این دو پدر بزرگ و مادر بزرگ مادری زرتشت هستند. زمانی که فره به آتش میرسه، زوئیش در حال زادن دخترش دغدو بوده. دغدویی که مادر زرتشت خواهد شد. وارد شدن فره در وجود دغدو آنچنان چهرش رو درخشان کرده بود که انگار در خانه آتش بزرگی روشن کرده بودند. این نور تا زمان زادن زرتشت با دغدو همراه بود. اهالی ده از آتشی که بدون هیزم میسوخت شگفت زده شده بودند و پیشگوی ده رفتند. دیوان نیز بیکار ننشستند. برای نابودی اون فره 3 آفت زمستان، بیماری و دشمنان ستمگر رو به سوی دغدو فرستادند و در اندیشه اهل ده رخنه کردند تا دغدو رو جادوگر جلوه بدن و تمام ده رو با او دشمن کردند. دیوان پافشاری می کردند که دختر باید از ده اخراج بشه و فراهیم روان هر چه کرد نتونست دخترش دغدو رو از اتهام جادوگری نجات بده. روحانیون اون سرزمین که زیر سلطه دیوها بودن فشار می آوردن تا دختر رو از ده بیرون کنن. در آخر ایزدان به دل فراهیم روان انداختند که دخترش رو بفرسته پیش پتیریه طرسم، پدر بزرگ پدری زرتشت که در روستای راگ زندگی می کرد. برای رساندن فروهر زرتشت از عالم مینو به این جهان، امشاسپندان ساقه‌ای از گیاه مقدس هوم رو به بلندی قامت یک مرد ساختند و فروهر یا روح پاسبان زرتشت رو درون آن بردند. سپس اون رو از روشنی بیپایان برداشتند و بر کوه اساطیری اسنوند گذاشتند. 330 سال مانده از پایان 3000 سالی سوم جهان، 2 تن از امشاسپندان، بهمن و اردیبهشت به شکل موجودات این جهانی در آمدند و به جایی رفتند که 2 پرنده برای جفتگیری نشسته بودند. 7 سال پیش از اون مارها بچه های این پرنده ها رو خورده بودند. بهمن و اردیبهشت در اندیشه پرنده ها در اومدند تا هوم رو برداشتند و به آشیانه بردند. مقدس بودن گیاه هوم و فروهر زرتشت که در میون اون بود سبب شد که ماران دیگه نتونند از درخت بالا برند و به جوجه پرنده ها دست درازی کنند. ساقه هوم نیز با درختی که آشیانه پرندگان در اون بود پیوند خورد و همیشه تازه و سرسبز بالای درخت در حال رویش بود. دغدو
با پوروشسب پسر پتیری ترس پیوند زناشویی بست. این زن و مرد هر دو از خاندان سپیدمان بودند. پس از اون بهمن اردیبهشت پیش پوروشسب اومدند و در دل او انداختند که ساقه هوم رو با خودش ببره. پوروشسب به سوی رود دایتی رفت که شاخه هوم در کنار اون رسته بود. درخت چنان بلند بود که پوروشسب میخواست اون رو ببره. اما معجزه‌ای رخ داد و هوم از بالا به میان درخت فرود آمد و پوروشسب پس از به جای آوردن آیین پرستش و شکرگزاری هوم رو برید و پیش همسرش دغدو برد و به او سپرد تا هنگام کاربرد اون برسه. اما جوهر تن زرتشت رو اورمزد از پیش خودش به سوی باد و از باد به سوی ابر رساند و قطره قطره به روی زمین فرو ریخت. در پی این گیاهان گوناگون از زمین رویدند و پوروشسب 6 گاو سفید زردگوش به چرای اون گیاهان برد. 2 گاوی که هنوز نزاییده بودند معجزه‌وار شیردار شدند. این گونه بود که جوهر تن زرتشت از گیاهان به شیر گاوان رسید. دغدو شیر گاوان رو در دیگی دوشید و اون رو به ستون بزرگی آویخت. دیوان که احساس خطر کرده بودند گرد هم آمدند و سردسته اونها خبر داد که زرتشت به زودی زاده خواهد شد و پرسید کدام دیو حاضر زرتشت رو که هنوز به صورت انسان واقعی در نیامده نابود کنه. دیوی به نام چشمک که عامل زلزله و گردباده پذیرفت. چشمک شهر و ده رو ویران کرد و درختان رو در هم شکست. اما ایزدان نگذاشتند که ستون بزرگی که دیگ شیر به اون آویخته بود بشکنه. پوروشسب ساقه هومی که فروهر زرتشت در اون بود رو از دغدو گرفت. اون رو کوبید و با شیری که جوهر تن زرتشت رو داشت آمیخت و اینگونه فروهر و جوهر تن زرتشت یکی شدند. پوروشسب و دغدو شیر و هوم رو نوشیدند و اینجا فره زرتشت که در تن مادرش بود هم با فروهر و جوهر تنش به هم پیوستند. و پس از هماغوشی پدر و مادرش که خشم دیوان رو در پی داشت، نطفه زرتشت در زهدان مادرش بسته شد. دیوان خشمگین بر اون شدند تا او رو در شکم مادرش نابود کنند و دغدو رو به تب تند و درد آزار دهنده‌ای دچار کردند. دغدو میخواست برای درمان پیش پزشکان جادوگر بره که ایزدان جلوی او رو گرفتند و گفتند دستهایت را بشوی و بویهای خوش بر هیزم بسوزان و روغن گاو بر شکم بمال و در بستر بیارام. 3 روز مانده به زادن زرتشت خانه پوروشسب را نور فرا گرفته بود. از همه خانه نور میتابید. آنچنان که بزرگان ده گمان کردند ده آتش گرفته و میخواستند فرار کنند که فهمیدند آتشی در کار نیست، بلکه مردی فرمند در خانه پوروشسب زاده شده و این روشنایی از فره اوست. در زمان زادن او نیروهای زندگی بخش و مرگ آفرین در ستیز بودند. در این زمان ایزد بانوی آبها سر و شانه او، ایزد بانوی برکت و ثروت پهلو و پشت او، مینوی بخشندگی سینه و شکم او، ایزد دین پهلو و فره کیانی سینه اش را لمس می کردند. به روایتی زادن او در روز خرداد 6مین روز از فروردین بوده. چون چشم به جهان می گشود 7 زن بدکار جادوگر که پیرامون او گرد آمده بودند از زادن معجزه آمیز او سخت ترسیدند. در این هنگام پوروشسب به دیدن جادوگری رفت که نامی‌ترین جادوگران آن ده بود. رفت و خواست تا بیاید و زادن معجزه‌وار فرزندش را ببیند. جادوگر که از دیدن زرتشت رنجیده خاطر شده بود خواست تا سر نرمش را با دست بفشارد و او را بکشد. باز هم با معجزه ایزدان دستان جادوگر خشک شد. جادوگر که اندیشه های پدر زرتشت را آشفته کرده بود او را از زادن غیر عادی زرتشت ترساند و او را برانگیخت تا به کشتن فرزند رضایت بدهد.
جادوگر به پدر گفت که برای نابودی کودک هیزم فراوانی بیارد و آتش بزند و کودک را در آتش بسوزاند. به خواسته او تن دادند و چنین کردند، اما آتش به کودک آسیبی نرساند و دغدو کودکش را برداشت و به جای امنی برد. بار دیگر به تحریک جادوگر کودک را در راه گذر گله گاوان گذاشتند تا لگدمالش کنند، اما گاو بزرگ شاخداری که در پیش همه گاوان میرفت تا کودک را دید برابر او ایستاد و نگذاشت دیگر گاوان از روی او بگذرند. باز مادر آمد و کودک را به جای امنی برد. باز هم او را در گذر اسبان گذاشتند. این بار هم یکی از اسبان از او پاسبانی کرد و به زرتشت آسیبی نرسید. بار چهارم او را در لانه ماده گرگی گذاشتند و بچه‌های گرگ را کشتند تا زمانی که برمیگردد به کینخواهی فرزندانش زرتشت را بدرد. اما به خواست ایزدان پوزه گرگ خشک شد. سروش و بهمن میش بزرگی آوردند تا سراسر شب کودک را شیر دهد و این گونه آسیبی به او نرسید. بامداد روز بعد که مادر او را زنده یافت، گفت که دیگر او را از خود جدا نخواهد کرد. جادوگر که کاری از پیش نبرده بود با دیگر جادوگران گرد هم آمدند و چاره‌گری می‌کردند که یکی از داناترین آنان گفت که در کار این کودک فرو مانده و به پوروشسب مژده داد که زرتشت برتری‌های فراوانی دارد و روزی بهمن امشاسپند به این جهان می آید و او را به هم سخنی اورمزد می برد و دین او به 7 کشور می رسد و دیوان در زیر زمین پنهان می شود. زرتشت در حال بزرگ شدن است و تلاش‌های جادوگران برای نابودی او فایده‌ای ندارد. پدر و مادر زرتشت نیز که رفتارهای کودکشان هیچ شباهتی به دیگر کودکان ندارد، نگران هستند و می‌خواهند چاره‌ای کنند و فرزندشان را نجات بدهند. پدر زرتشت پیش همان جادوگر دانا می‌رود و می‌خواهد تا فرزندش را نجات دهد. جادوگر هم از فرصت استفاده می‌کند. در جامی ادرار کرده و می‌خواهد او را به خورد زرتشت بدهد تا او نیز خوی بدکاران و جادوگران را بگیرد. اما زرتشت تن به این کار نمی‌دهد و با ضربه‌ای جام را واژگون می‌کند. روزی جادوگران برای اجرای مراسم دینی به خانه پدری زرتشت آمدند. پوروشسب ظرف بزرگی از شیر اسب آماده کرد. از آن روحانی جادوگران خواست تا بر شیر دعایی بخوانند. زرتشت اما برای نخستین بار قد علم کرد و گفت اوست که باید بر آن شیر دعا بخواند. کشاکش ادامه یافت و زرتشت با لگدی ظرف شیر را واژگون کرد. جادوگر که از گستاخی زرتشت و از میان رفتن سهمش از آن شیر خشمگین شده بود، رو به زرتشت گفت به تو چشم زخم خواهم زد و زرتشت هم همین پاسخ را به او داد. روحانی جادوگر بر اثر دعایی که زرتشت خواند 3 بار بیهوش افتاد. سرانجام برخاست تا از آن ده برود. در راه که میرفت دردی او را گرفت و پهلویش شکست و پاهایش از ران جدا شد و آنگاه مرد و بعد از او نیز فرزندانش از میان رفتند تا نسلش نابود شود. در 30 سالگی زرتشت در جشن بهار بوده یا جشن بهاری که 45 روز از بهار گذشته برگزار می شود شرکت کرد. در راه به خواب رفت. در خواب دید که مردمان با ساز و برگ جشن رو به سوی شمال دارند و میدیو ماه پسر عموی زرتشت پیشرو آنان است. اینان نزد زرتشت می آمدند و زرتشت آن را نشانه ای دانست که میدیو ماه نخستین کسی است که به او می گرود. پس از برگزاری جشن بهاری برای نیایش به کنار رودخانه دایتی رفت تا برای درست کردن شیره هوم از آنجا آب بردارد. چند بار در آب داخل شد. چون 4مین بار از آب بیرون آمد، مردی را دید که از جنوب به سوی او می آمد. این مرد بهمن امشاسپند بود و قامتی به بلندای 3 مرد داشت. بهمن شاخه سفیدی در دست داشت که نماد دین بود. پس از گفتگو با هم بهمن پیش افتاد و او را به دیدار اهورامزدا و امشاسپندان برد. از 30 سالگی تا 40 سالگی زرتشت 7 بار با اهورامزدا و امشاسپندان گفتگو کرد و فرمانهای آنان را دریافت کرد. 2 سال پس از نخستین همسخنی
اهورامزدا به او فرمان داد که پیامبری دین مزدیسنی و رسالتش را اعلام کند. روحانیان، پزشکان جادوگر و فرمان روایان آن سرزمین با او دشمن شدند و می‌خواستند نابودش کنند. زرتشت قدرتمندان و فرمان روایان محلی را به دین خود خواند و دو راه پیش پایشان گذاشت: یا دین بپذیرند و قدرتمندتر شوند، یا به عقوبت نافرمانی مرگ در انتظارشان خواهد بود. اینان از زرتشت پشتیبانی نکردند و به مرگ دچار شدند. اهریمن که از پیشرفت کار زرتشت نگران بود، دیوان را در جایگاه خیش در سرزمین شمالی گرد آورد و به آنان فرمان داد که برای نابودی زرتشت بر او بتازند. دو دیو بزرگ بر او حمله ور شدند. زرتشت دعای معروف اهونور را خواند و دیوان بهت زده به جایگاهشان بازگشتند و به اهریمن اعتراض کردند که تو دستوری می‌دهی که امکان انجام دادنش نیست. پس از آن دیوان از ترس دعای اهونور که همچون سنگ‌هایی به بزرگی یک خانه بر سر آنها آوار می‌شد به زیر زمین گریختند و دیگر پا در زمین نگذاشتند. اهریمن اما دست نکشید. ماده دیوی را به صورت زنی زیبا برای فریب زرتشت فرستاد. ماده دیو خود را سپندارمز، ایزدبانوی زمین معرفی می‌کرد. زرتشت که زیبایی سپندارمز را دیده بود و اهورامزدا هم به او هشدار داده بود، دانست که فریبی در کار است. از آنجا که دیوان از جلو زیبا و از پس زشتند، از ماده دیو خواست که رو برگرداند. چون رو برگردانید، دید که جانوران موذی و خزندگان از تن او آویزان بودند. پس بار دیگر دعای اهونور را خواند و ماده دیو از نظر ناپدید شد. زمانی که زرتشت 40 ساله بود، برای شناساندن دین به دربار گشتاسپ روانه شد تا او را به دین اهورامزدا بخواند. ورود زرتشت به کاخ گشتاسپ اینگونه آمده: سحرگاهان زرتشت سقف کاخ گشتاسپ را شکافت و داخل شد. او با خود 3 چیز داشت: 21 نسک یا کتاب اوستا، آتش برزین مهر و شاخه سروی. آتش را در دست گشتاسپ و جاماسپ و اسفندیار گذاشت، ولی آتش آنها را نسوزاند. سرو را در زمین کاشت و فوراً برگهایش رویید و بر روی برگها نوشته‌ای پدیدار شد. خطاب به گشتاسپ نوشته شده بود که دین را بپذیرد. درباریان و قدرتمندان به مخالفت با او برخاستند. با اینکه گشتاسپ می‌خواست سخنان زرتشت را بشنود، اما درباریان که از اثر کردن سخنان زرتشت بر گشتاسپ بیم داشتند، دست به توطئه زدند. استخوان مرده در انبان زرتشت گذاشتند تا به او تهمت جادوگری بزنند. بعضی دیگر گفتند چون زرتشت در مناظره با حکیمان دربار گشتاسپ پیروز شد، پیامبری خود را آشکار کرد و گشتاسپ را به دین دعوت کرد و شاه هم هواخواه او شد. دشمنان نهانی به خانه زرتشت رفتند و تکه‌های مردار انسان و حیوانات را در لابلای بستر او گذاشتند. دشمنان گشتاسپ را به خانه او بردند و فریب آنها در شاه اثر کرد و زرتشت را به زندان انداخت. گشتاسپ اسب سیاهی به نام شیده داشت که ناگهان فلج شد، گویی که دست و پایش در شکمش فرو رفته بودند. پزشکان دربار در درمان او فرو ماندند. در زندان خبر به زرتشت رسید و او به شاه اطلاع داد که اگر او را از زندان آزاد سازند، میتواند اسب را بهبود بخشد و برای این کار 4 شرط گذاشت. گشتاسپ دین را بپذیرد، اسفندیار حامی دین باشد، هوتوس همسر گشتاسپ و مادر اسفندیار به دین بگرود و توطئه‌گران رسوا و مجازات شوند. گشتاسپ شرایط را پذیرفت و زرتشت با نیایش به درگاه اورمزد اسب را شفا داد. برای اینکه گشتاسپ در دین استوار شود و به تبلیغ آن بپردازد، اورمزد بهمن اردیبهشت و آتش را به صورت موجوداتی مادی به خانه گشتاسپ فرستاد. گشتاسپ نخست گمان برد که آنان سواران ارجاسپند که به خانه او آمده اند. اما هنگامی که لب به سخن گشودند، دانست که فرستادگان اورمزدند. ایزد آتش به گشتاسپ گفت
اگر پرستش اورمزد و ایزدان را بپذیری و دست از پرستش دیوان برداری، فرمان روایی طولانی و زندگی دراز و ثروت و پسری همچون پشوتن خواهی یافت. اگر نپذیری، به کرکس‌ها فرمان دهیم که گوشت تو را بخورند و استخوان‌هایت بر زمین افتد. با این همه گشتاسپ از ترس ارجاسپ در پذیرفتن دین تردید داشت. اورمزد ایزد نریوسنگ را به نزد اردیبهشت امشاسپند فرستاد تا اردیبهشت به نزد گشتاسپ آید و معجونی را بدو بنوشاند تا آینده بر او روشن شود. گشتاسپ در عالم خلسه و شهود پیروزی خیش را بر ارجاسپ تورانی بدید. چون از این حال بیرون آمد، زن خیش هوتوس را خواند و از او خواست که زرتشت را به دربار فرا خواند تا زرتشت تعالیم دینی را به او بیاموزد. گشتاسپ پس از دین آوردن از زرتشت 4 چیز خواست. نخست اینکه بداند در آن جهان جای او کجاست. دوم اینکه رویینتن شود. سوم اینکه در جهان از همه چیز آگاه باشد و چهارم اینکه عمر جاودانه داشته باشد. زرتشت بدو گفت که داشتن همه اینها برای او به تنهایی میسر نیست. این 4 آرزو را باید برای 4 نفر درخواست کرد. گشتاسپ آگاهی از موقعیت خود در جهان مینویی را برای خیش درخواست کرد. زرتشت سفره‌ای آماده ساخت و در آن می و بوی و شیر و انار گذاشت. چون گشتاسپ می را نوشید بیهوش شد و 3 روز به خواب رفت. روانش به مینو رفت و جایگاه خیش را دید. چون از خواب برخاست به هوتوس گفت زرتشت را فرا خواند تا به او تعلیمات دینی دهد. بوی به جاماسپ رسید و بر اثر آن همه دانشها بر او آشکار شد. پشوتن شیر نوشید و بیمرگ و جاودانه شد. دانه ای انار به اسفندیار رسید و رویینتن شد. دیو خشم خبر گرویدن گشتاسپ به دین زرتشت را به ارجاسپ رسانید و بدو خبر داد که پس از آن دیگر بر ایرانیان چیره نخواهد شد. ارجاسپ که آشفته شده بود می نوشید و دستور داد تا تورانیان برای جنگ با ایرانیان آماده شوند. زرتشت در 77 سالگی در میانه جنگ‌های ایرانیان و تورانیان در آتشکده بلخ در 11مین روز از ماه دی به قتل رسید. دوستان گرامی، داستانی که شنیدید داستان زادن و زندگی زرتشت بر مبنای افسانه‌های زرتشتی بود. امیدوارم که این داستان رو دوست داشته باشید و من هم گام کوچکی در شناساندن اندیشه‌های ایرانی برداشته باشم. اگر دوست داشته باشید در مورد ادیان ایران باستان بعد از این بیشتر صحبت خواهیم کرد. خوشحال میشم که دیدگاهتون رو با من در میون بذارید و کاراسی رو به دیگر دوستداران فرهنگ ایرانی معرفی کنید. تا داستان دیگه، بدرود.